جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که از سوالهای خود شما هست و از طریق SMS، تماس تلفنی، پیام ها سوالاتون رو میگیریم و در این برنامه به آن جواب میدهیم. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی عزیزانی که منتظر این برنامه هستند و میبینند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول همیشه بینندگان عزیز از طریق سوالهایی که از SMS فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که کیفیت درود شریف بر سرور کائنات چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عبادت و یک تقرب هست و ثواب بسیار زیادی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر من درود بفرستید و هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، صلوات و سلام بفرستد، الله متعال در مقابل چنین فردی را مشمول رحمت خودش میگرداند و 10 مرتبه فرشتگان برای اون درود خواهند فرستاد. و درود در واقع یکی از دعاهایی هست که قطعا پذیرفته می شود و این سلامی که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرستیم تا جایی که بعضی از علما گفتن وقتی که می خواهید دعا بکنید دعایتان را لابلای درود بفرستید، یعنی قبل از دعا بعد از دعا همیشه درود بفرستید و در این وسط دعا بکنید که به میمنت اجابت و پذیرش درود و صلوات هم دعای شما انشاءالله قبول بشه. و یک راهکاری هست که برخی از علما این رو ذکر فرمودند و در هر صیغه‌ای که باشه و هر متن و جمله‌ای که باشه بیانگر این باشد که سلام و درودی به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد، این اشکال نداره. صورت‌های مختلفی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که آموزش دادن به اصحاب خودشون وقتی که سوال کردن که یا رسول الله ما چگونه بر شما درود بفرستیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گونه‌های مختلفی رو بیان کردند. یکی از روایات مهمی که در این زمینه هست روایت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه هست که در صحیح بخاری و مسلم اومده. همان درودی هست که معمولا من و شما در نماز میخونیم. این یکی از بهترین صیغه ها و بهترین الفاظ درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. روایت کعب ابن عجره هست و این بهترین صیغه و الفاظ هستند و کاملترینش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما بخوانیم.
روایت دیگری هست باز هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک مقدار تفاوتی داره، اما در درجه صحت باز هم در درجه صحت روایت کعب بن عجر حسین هر دوتا متفق علیه هستند، در صحیح بخاری و مسلم اومده و لفظش این است که این گونه درود بفرستیم: اللهم صل علی محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و هر لفظی که باش عرض کردم که از نظر شرعی اشکال نداره و این دو لفظ و دو صیغه‌ای که ذکر شده در صحیح بخاری و مسلم اینها جزو بهترین و افضلترین صورت‌های درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که نیت روزه نذر چگونه است؟ نیت همان گونه که بارها عرض کردم یعنی عمل قلبی هست، یعنی نیت یک سازوکاری هست که صرفاً با قلب انجام میگیرد، هیچ ارتباطی با زبان ندارد و زبان در این زمینه هیچ گونه دخالتی رو ندارد. وقتی که شما نذر کردید که یک روزی رو روزه بگیرید و آن روز را به نیت این که نذر کردید، چون که نذر کردید انجام میدهید و روزه میگیرید، یعنی این که فلان روز را شما به نیت نذر روزه گرفتید. یعنی لازم نیست که در اول وقتی که میخواید روزه بگیرید مثلا با زبان بگید که من میخوام روزه نذری روزه بگیرم که نذر کرده باشم یا روزه نفلی روزه بگیرم. مهم این است که شما روزه بگیرید، یعنی از آغاز طلوع فجر، قبل از طلوع فجر تا غروب آفتاب شما در واقع روزه باشید و نیتون این است که من روزه نفلی میگیرم. یا خانومی که مثلا قبلا روزه نگرفته تو ذهنش این است که من این روزه را به خاطر قضای روزه های رمضان خودم میگیرم، یا در ذهنش این است که من به خاطر این که نذر کرده بودم که یک روزی را در راه الله روزه بگیرم به خاطر این روزه میگیرم. لازم نیست که بر زبان چیزی را بیاورند، همین که در قلب خودشون این تصمیم را دارند و به خاطر این تصمیم روزه میگیرن همین کفایت میکند و تلفظ نیت در هیچ عبادتی لازمی نیست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی پرسیدن که خواهشاً درباره ذبح و شرایط آن توضیح دهید و گفتن که آیا گوشت مرغ کشتارگاه‌ها در ایران حلال است یا نه؟ اصل ذبح کردن یک راهکار اسلامی هست برای اینکه حیوانات مأکول اللحم یعنی حلال گوشتی را که وجود دارند اونها در واقع خورده بشود و قابل استفاده بشود. تنها راهش ذبح کردن هست و ذبح شرعی این است که در واقع سر حیوانی رو ببرند با شرایط خاصی که در این زمینه وجود دارد. برای این که یک حیوان حلال گوشت ما بتونیم از گوشتش استفاده بکنیم راهش این است که باید ذبح شرعی بشود. باید ذبح شرعی بشود که گوشتش حلال بشود، وگرنه حیوانی که حلال گوشت هست با وجود این که حلال گوشت هست اگر ذبح شرعی نشود باز هم گوشتش حرام هست. مانند گوسفندی یا گاو و شتری که خود مرده باشد، میته باشد، یا به نام غیر الله ذبح شده باشد، یا به خاطر تقرب به قبری امامی، امامزاده یا جای دیگر این ذبح شده باشد که این مورد جزئی هست که ولو این که اصل این گوشتش حلال هست، حیوان حلال گوشت هست، اما باز هم این چون که به طریق شرعی ذبح نشده گوشتش از نظر شرعی حرام قرار میگیرد. در مرحله اول نخستین چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم شروط خود اون کسی هست که حیوان رو ذبح می کند. ذبح هر کسی معتبر نیست، حتما باید یک فردی باشد که یک شرایط خاصی را داشته باشد. اولین شرطش این است که یک انسان عاقل و اهل تمییزی باشد و گوسفند را در واقع به نیت ذبح به نیت این که از گوشتش استفاده بشود ذبح بکند، نه اینکه یک فرد دیوانه‌ای باشد که بخواد که گوسفندی را اذیت و آزار بکند و خودش هم نمیفهمد که ذبح شرعی چه هست و چه معنایی دارد. انسانی که باید ذبح میکند باید انسان عاقلی باشد و اهل تمییز باشد که این حیوان را ذبح میکند. و شرط دومش این است که حتما آن کسی که ذبح میکند یا مسلمان باشد یا پیرو یک دین آسمانی باشد.
یا مسلمان باشد، یعنی پیرو امت رسول الله صلی الله علیه وسلم و جزء مسلمانان باشد، و یا اینکه جزء اهل کتاب باشد، یعنی یهود و نصارا. وقتی ما میگیم که اهل کتاب یعنی صرفا یهود و نصارا. اگر پیرو دینی دیگر غیر از یهودیت و نصرانیت و غیر از اصل اسلام هست، اگر حیوانی رو ذبح بکند، حیوانش از نظر شرعی ولو اینکه اصلش حلال گوش هست اما از نظر شرعی خورده نمی شود و چون این حیوانی مردار شمرده می شود. کسی که ذبح می کند حتما باید مسلمان باشد یا اهل کتاب باشد. عزیزانی که در کشورهای زندگی می کنند که اهل کتاب هستند، پیرو دین یهودیت و مسیحیت هستند، اولاتر این است که ذبیحه مسلمانی رو استفاده بکنند و قصابی که مسلمان هست از اون گوشت بخرم. اگر نبود قصابی که اهل کتاب باشه، یهود و نصارا باشه، خوردن گوشتش از نظر شرعی اشکال نداره. و شرط سوم است که من اولم توضیح دادم که انسانی باشه که نیتش ذبح باشه، نیتش این باشه وقتی که گوسفند رو سر میبره نیتش همون ذبح شرعی باشد، نه موارد دیگر، یا اینکه برای غیر الله تقرب بجوید، یا اینکه اساسا هدف مثلا ذبحی رو نداشته باشد، یا موارد دیگری که حیوان کشته بشود، مانند این که فرض کنیم که تصادفی صورت بگیرد، دامهای زیر ماشین بروند، یا دامی از بالای دیواری بیفتد و گردنش بشکند یا قطع بشود، خونش بریزد. این تمام جز مواردی هستند که حلال نمی شود. پس بنابراین این شرط اولی این است که ذبح کننده باید عاقل و اهل تمییز باشد. دو، پیرو یک دین آسمانی باشد، اساساً اسلام یا اهل کتاب باشد، یهودیت و مسیحیت. و شرط سوم این است که هدفش ذبح باشه، یعنی با نیت ذبح و حلال بودن و حلال شدن یک گوسفندی رو در واقع سر ببرد. و این سه شرط اساسی هستند در این زمینه. و یعنی این که اگر یک بچه گوسفندی رو ذبح کرد، کسی دیگر نبود، مرد خونه نبود و زن هم شاید جرأت نداشت، مرغی رو دادن دستش که اینو سر ببره، از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. یا اگر زن حیوانی رو ذبح بکنه باز هم هیچ گونه اشکال نداره. متاسفانه در برخی از جاها میگن که ذبیحه زن مکروهه، نه، هیچ گونه کراهتی رو نداره، کاملا حلال هست. یا مثلا در برخی از جاها میگن که اگر کسی ختنه نشده باشد ذبیحه‌اش حرامه و نباید بخورن، مکروه. نه، چنین چیزی وجود نداره. همین سه شرطی هست که بنده عرض کردم. و در مورد خود آله‌ای که ذبح می شود، یعنی آله‌ای که با آن حیوانی رو ذبح می کنند، این باید اون آله یعنی کار باید تیز باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تعالیمی رو دارند و فرمودند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، که وقتی میخواید گوسفندی رو سر ببرید کارتون رو تیز بکنید و حیوان رو راحت بکنید، نگذارید که در واقع بیشتر زجر بکشن. تفاوتی نداره که کاردی باشه یا حتی تیغ باشه. به طور مثال قبلا میگفتند که اگر با تیغی که باشه گفتند که مکروه، حرامه. نه، هیچ گونه کراهتی رو نداره، چه کارد باشه، چه سنگ تیزی باشه، چه در واقع تیغی باشه، هر آله برنده‌ای باشه از نظر شرعی اشکال نداره. منتها در این زمینه مواردی اومده که ناخن نباشه، با ناخن ذبح کردن، به فرض مرغی رو با ناخن ذبح بکنند، یا با استخوانی باشه و از نظر شرعی این موارد جزء مواردی هستند که معتبر نیست، یعنی کراهت داره ذبح کردن حیوان با ناخن، مثلا یا مرغی باشه یا پرنده‌ای یا به وسیله استخوان. این جزء موارد مکروه است. و خود اون حیوانی که در واقع ذبح می شود و با ذبح حلال می شود اساساً باید که حیوان حلال گوشتی باشه. و این گونه نیست که یک حیوان حرام گوشت رو اگر کسی سر ببرد حلال می شود. این مختص حیواناتی هست که اساساً حلال گوشت هستند. و شرط دوم در حیوان این است که حتما باید ذبح کامل بشود، یعنی گردنش بریده بشود، رگهایش قطع بشوند و خونش کاملا در واقع ریخته بشود. و شرط دیگر در حیوان این است که حتما تا لحظه سر بریدن زنده باشد حیوان. اگر کسی میخواست حیوانی رو سر ببرد و فرضاً کاردش کند بود، هرچی میخواست که گردنشو ببره، گردنشو نبرید و در این اثنا حیوان مرد، روحش از بدن بیرون اومد، این دیگه با سر بریدن حلال نمیشود. حتما باید تا لحظه سر بریدن این حیوان حتما باید زنده باشد. با این شرایط اگر کسی حیوانی رو ذبح بکنه حلال هست. و
بهتر و اولاتر است که رو به طرف قبله باشد. اگر که حتی یعنی عمدن رو به طرف قبله نکردن حیوانی رو وقت ذبح هیچ گونه اشکالی نداره. یا میخواستن گاوی رو، شتری رو یا گوسفندی رو ذبح بکنند، یا وقتی میخواستن ذبح بکنن ناخواسته از طرف قبله منحرف شدن به طرف دیگری، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره. ولی اینکه قبله رو ندانند یا اصلا توجه هم نکنند به قبله و حیوان رو سر ببرند، به نام الله متعال از نظر شرعی حیوان حلال هست و هیچ گونه اشکالی رو نداره، گرچه به طرف قبله ذبح کردن اولاتر و بهتر هست. و بعضی از صحابه مانند حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در این زمینه آثاری وجود دارد. درست. جزاکم الله خیر بابت توضیحی که فرمودین. بیننده بعدی سوالش این است، گفتن که بنده حدود 5 سال پیش به حج تمتع رفتم و امسال هم میخوام اگر خدا بخواهد در ماه رمضان به عمره بروم. گفتن که آیا بنده برای انجام عمره در صورتی که والدین بنده راضی نیستند به اجازه آنها نیاز دارم یا خیر؟ و قابل توجه هم که پدر و مادر بنده الحمدلله سالم هستند و نیازی به کمک بنده در حال حاضر ندارند. در صورتی که پدر و مادر نیازی به کمک ایشان ندارند، یعنی نیازی به کمک جسمانی و حضور ایشان در واقع ندارند، افراد دیگری هستند که در واقع ایشان پدر و مادر رو کمک میکنند یا اساسا خودشون الحمدلله سالم هستند و نیازی به این ندارند که کسی بالای سرشون باشه و از نظر مادی هم مشکلی رو ندارند، میتوانند که به حج بروند یا عمره بروند، لازم نیست که حتما پدر و مادر رضایت بدهند. یک فرد عاقل و بالغی برای انجام عبادت نیازی به رضایت پدر و مادر ندارند، ولی اینکه پدر و مادر بالفرض که ناراض باشند با شرایطی که ایشون فرمودند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و ایشون میتوانند که به عمره بروند و عمرهشون از نظر شرعی صحیح هست و یک طاعت محسوب می شود. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که چند سال نماز نخواندم و الان به لطف خداوند نماز میخوانم، برای نمازهای گذشته‌ام چه کار کنم؟ بله، انسان باید شاکر باشد. کسانی که الله متعال به اونها توفیق داده که یعنی توبه کردند از گناه ترک نماز، این به توفیق الله متعال هست و یک نعمتی هست، باید شکر این نعمت رو به جا بیاورند و شکر نعمت این است که انسان باید سعی بکند که از این به بعد پایبند نماز باشد. از نظر شرعی وقتی که شما قبلا تارک الصلات بودید، یعنی پایبند نماز نبودید و عمدن نماز رو ترک کردید، این یک گناه بسیار بزرگی هست و از هر گناه انسان باید توبه بکند. وقتی که توبه کردید یعنی گذشته شما معاف هست. در روایت اومده که توبه و اسلام ما قبل را از بین میبرند، یعنی کسی قبلا مسلمان نبوده تازه مسلمان می شود، گناهانی که قبلا انجام داده اونا محسوب نمیشه، به اون گناهکار شمرده نمی شود. یا قبلا اهل گناه بوده الان توبه کرده، خود این توبه سبب می شود که گذشته انسان از بین برود و معاف بشود. وقتی که شما قبلا نماز نمی خوندید یعنی عمدن نماز رو ترک کرده بودید، گناهی رو مرتکب شدید، الان توبه کردید یعنی پشیمان هستید از گذشتهتون، فعلا در حال حاضر مشغول نماز هستید، پایبند نماز هستید و از گذشته پشیمان هستید، تصمیم دارید که در آینده برای همیشه انشالله نماز بخوانید، این توبه شرعی شما هست، انشالله الله متعال توبه شما را میپذیرند و لازم نیست که تمام سالهای عمرتون رو نمازی رو که عمدن قضا کردید دوباره اون رو بخوانید. این لازم نیست. همین که از امروز به بعد پایبند نماز باشید این کفایت میکند و دعا بکنید که الله متعال انشالله شما رو توفیق بدهد. ما هم دعا میکنیم که همه بینندگان عزیز رو انشالله الله متعال توفیق بدهد که پایبند نماز خودشون باشند. انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد مضاربه سوال داشتن. گفتن که اگر یک طرف در مضاربه $10,000 داد، طرف مقابل پیشنهاد کند که من بر عوض این $150 میدم، آیا این ربا حساب می شود یا خیر؟ این صورتی که ایشون ذکر کردند که در مضاربه یک مبلغی رو میدهند و یعنی یک مرتبه به جای $100,000 مثلا $150,000 تحویل میگیرند، این که مضاربه نشد. این قرضی شما دادید و در مقابل قرضی که دادید 100,000 دادید، 150,000 تحویل میگیرید. این دقیقا همون ربایی هست که از نظر شرعی درست نیست و حرام قطعی هست. اما صورت مضاربه یک نوع شراکت هست در شریعت اسلامی که تعریف شده، شرایط خاص خودش را دارد
و اصل مضاربه از ضرب گرفته شده. ضرب یعنی به معنی سفر هست، مضاربه به معنی سفر کردن در زمین هست که کسی به مسافرت می رود، یعنی این که مالی رو از یک کسی تحویل می گیرد و برای انجام کار و برای تجارت به جای دیگر سفر می کند. این می شود معنی مضاربه، که از یک طرفی هست فرض کنیم پول داره کار بلد نیست، طرف دیگر کار بلد هست تجارت بلد هست و اما پول نداره. آن کسی که پول دارد این پول را به کسی که اهل کار هست می سپارد تا اینکه با این پول در واقع کار بکند و درآمد حاصل را باید تقسیم بکنند بر حسب اون موردی که توافق میکنند. حتما باید توافقی رو داشته باشند مبنی بر این که هرچی درآمد این کار بود به نسبت و درصدی در میان دو نفر تقسیم بشه. به صورت کلی برای صحت مضاربه چند شرط لازم هست. اولا این که مال مضاربه حتما باید مالیت داشته باشه، این وجه نقدی باشه که یک فردی این پول رو تحویل کارگر بدهد، تحویل اون صاحب شرکت بدهد که برود با این کار بکند. این گونه نمی شود که مثلا من از یک طرفی طلب دارم، الان میگم که اون خب اون طلب من رو نمیده، به خاطر این که من ضرر نکنم بهش میگم که بیا عقد مضاربه میبندیم، همون مالی رو که پیش تو هست اونو بردار در تجارت و ماهانه فرض کنیم 20% به من سود بده. خب اون طرف اصلا مالی در دستش نیست که برات با اون کار بکند. اینجا فقط یک فریب هست در واقع و یک نوع حیله هست که بخواند که سودی رو در مقابل قرضی که دادند بگیرند. این درست نیست. حتما باید مالی را اون کسی که دارد این رو بدهد به یک فرد دیگری که برود برای مضاربه و در واقع برای انجام کار. یعنی پول از یک طرف هست و کار از یک طرف دیگر هست. این صورت مضاربه هست و حتما باید این در واقع معلوم باشه رأس المالی که داده میشه برای انجام یک مضاربه و این تجارت و شراکت حتما باید معلوم باشه که من به شما 100,000 دادم برای مضاربه. اینطور نباشد که من یک مبلغی رو به شما میدم، یک چیزی الان اینو بگیر بعدا یک چیز دیگه رو شاید من اضافه کردم و اضافه نکردم. نه، حتما باید مبلغ مشخص باشه که این 100,000 دلار هست من به شما دادم، شما در مقابل بروید یک کاری رو انجام بدید، تجارت بکنید، یا اینکه کار رو مشخص بکنند، یا اگر مشخص هم نکردند اشکالی نداره. ولی اینکه کار رو مشخص هم نکردند از نظر شرعی بنابر قول بسیار از فقها مانند احناف، ولی اینکه کار رو نوع کار رو مشخص نکردند، محل کار رو مشخص نکردند، باز هم اشکالی در اصل مضاربه به وجود نمیاد. طرف میگه من اهل کار هستم، میروم هر کاری رو که دلم خواست دیدم که بیشتر فایده داره انجام میدهم، به شرط اینکه اون کار یک کار حلالی باشد و سودی رو که بود این سود رو در میان همدیگر تقسیم میکنیم. این نکته دوم. و نکته سوم این است که حتما باید فایده و سودی که به دست میاد درصدی تقسیم بشود. حتما باید درصدی تقسیم بشود. مثلا بگویند که نصف فایده مال من هست و نصف فایده مال شما هست، 50% باشه، 20%، هر چیزی که با هم دیگه توافق میکنه، یعنی درصدی باشه، مشخص شده باشه که فلان درصد، 1/3 هست، نصفش هست، کمتر و بیشتر هست، این باید مشخص باشه. اگر مبلغی رو مشخص بکنند این مضاربه باطل میشه. اگر مبلغی رو مشخص کردن مضاربه باطل است. من به شما 100,000 دلار میدم که اینو در تجارت بیاندازید، به شرط این که هر ماهی باید 10,000 دلار به من بدید. من کاری ندارم شما چقدر فایده کردید، ضرر کردید، به من حتما باید 10,000 دلار به من بدید. خب این شرط در اینجا باعث می شود که اصل مضاربه باطل باشه. یعنی رقم مشخص نکنند، سطحی برای فایده مشخص نکنند برای سهم هر کسی، باید درصدی باشد، 50%، 20%، کمتر و بیشتر، هر چیزی که با هم دیگر توافق کردن. پس بنابراین شرط اول این است که یک مالی در میان باشه. شرط دوم این است که این مال باید حتما مشخص باشه، مقدارش و مبلغش، نوعش مشخص باشه و فایده هم مشخص باشه. این تقسیم باشه در میان صاحب مال و در میان کسی که کار میکند و به درصدی مشخص باشد. هیچ کدام از طرفین حق ندارند که یک مبلغ مشخصی رو برای خودشون تعیین بکنند. نه صاحب مال این حق رو داره که ماهانه به من این اندازه بده و نه صاحب کار حق دارد که ماهانه من این اندازه برای خودم برمیدارم، هرچی باقی ماند برای صاحب مال باشه. هر دو شرط وقتی باشن این مضاربه از نظر شرعی باطل هست. و در مضاربه اگر یک اومدیم و ضرر کردن، ضرر روی کی هست؟
من به شما یه مبلغی رو دادم به عنوان یک مال مضاربه که شما بروید تجارت بکنید، الان اومدین شما ضرر کردید، اصلا سودی در کار نبود، الان این ضرر رو کی باید متحمل بشه؟ من که صاحب مال هستم یا شما که صاحب کار هستید؟ در مضاربه اساسا این هست که این ضرر از سود حساب میشه، ضرر از سود حساب میشه، یعنی همون مقداری درصدی که قرار بود من سود ببرم و درصدی که قرار بود شما سود ببرید، این از این در واقع کم میشه، از خود فایده کم میشه. الان اومدیم و بیشتر از اون مبلغی که باید فایده میشد اصلا فایده این نکردین تجارت و اصل رأس المال و اصل سرمایه زیر سوال رفت. این مقداری فرض کنیم که خسارت اومد، این خسارت رو چه کسی متحمل میشه؟ این رو فقط صاحب مال یعنی باید تحمل بکنه، اون کسی که پول را داده، و صاحب کار فقط زحمت خودش رو از دست داده، زحمت خودش رو از دست داده و از این که اصل رأس المال و پول کم شده، در صورتی که کوتاهی نکرده باشه هیچ گونه ضمانتی بر اون در واقع نیست و اگر به این گونه مضاربه انجام بگیرد این مضاربه شرعی هست. در غیر این صورت اگر این شرایط رو نداشته باشه از نظر شرعی این چنین مضاربه معتبر نیست و فاسد هست. درست، جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنند و از بینندگان عزیز نیز خواهش میکنم که سوالاشون رو مختصر داشته باشن و از طریق گیرنده تلویزیون منتظر نباشن که صداشون پخش بشه، بلکه از طریق تلفن با ما صحبتشون رو ادامه بدن. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که بیننده از یکی از شهرهای جنوب استان فارس گفتن که من به امید خدا تازه موحد شدم، من در نمازهای 3 و 4 رکعتی به جای تسبیحات اربعه باید چه بخوانم؟ در نمازهایی که 4 رکعتی هستند یا 2 رکعتی یا 3 رکعتی باشند سوره فاتحه جزء ارکان نماز هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نمازی که در آن فاتحه خوانده نشود نمازی نیست. تفاوتی نداره که رکعت اول یا دوم باشه یا رکعت سوم و چهارم باشه. در رکعت سوم و چهارم در نمازهای فرض شما باید سوره فاتحه را بخوانید. در نمازهای فرض یعنی در ظهر، نماز فرض ظهر و نماز عصر یا نماز عشا، در رکعت سوم و چهارم باید تنها سوره فاتحه را بخوانید و در رکعت اول و دوم هم فاتحه را میخونید و هم یک سوره را، هم فاتحه خوانده می شود در رکعت اول و دوم و هم سوره خوانده می شود. اما در رکعت سوم و چهارم نمازهای فرض مانند ظهر و عصر و عشا یا مغرب که رکعت آخرش هست، در اینها در رکعت های بعدی رکعت سوم و چهارم فقط اکتفا می شود به سوره فاتحه. سوره فاتحه رو حتما بخوانید. اگر کسی سوره فاتحه رو نخوان نمازش از نظر شرعی درست نیست و تسبیح جایگزین قرائت نماز نخواهد شد. تسبیحات اربعه جایگزین سوره فاتحه نخواهند بود. اما در نمازهایی که سنت 4 رکعتی هستند مانند سنت قبل از ظهر یا کسی خواست که 4 رکعت سنت رو یک جا، نماز رو یک جا بخواند، در تمام رکعات نماز سنت هم سوره خوانده می شود و هم فاتحه. در رکعت اول و دوم و در رکعت سوم و چهارم در نمازهای سنت هم فاتحه خوانده می شود و هم ضم سوره می شود. این سوره باید خوانده می شود. اما در نمازهای فرض در رکعت اول و دوم به اصطلاح عامیانه پر خوانده می شوند، این هم فاتحه و سوره هست و 2 رکعت آخرش صرفا تنها سوره فاتحه خوانده می شود و تسبیحات کفایت نمی کند. درست، جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان وصله. باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن ما صحبت بکنید و منتظر نباشین که صداتون از تلویزیون پخش بشه و همچنین سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. بفرمایید سوالتون. یک سوالی که افغانستان که سوال پولای افغانستان ما هم حساب ناچار کرد. یکی صداتون قطع وصل میشه. ببخشید دوباره بپرسین، صداتون داره قطع وصل میشه. این سوالی که مثلا پول افغانستان که پول اوزه و میده که پول الان 1000 تومانی تا 500 تومانی که باز فرق میکنه. خب
یعنی برای صرف کردنش؟ یا میگه مثلا دیکندارا میره میگه دیکندارا میگه که مثلا این تو مثلا پول میده به 1000 تومان بده 5 11000 تومان بده مثلا برای تو 12 تومان میگه. منظورتونه که پول قدیم رو عوض میکنه با پول جدید؟ عوض میکنم پول جدید. بله. اصلا اینجا چی شده بعد دیکندارا میگه چی میکنن؟ درست. همین پول زیادتر میگیره، مثلا پول میدر میگیره با پول دروش که هست بازی حساب زیادتر میگیره. درست. سوال واضحه. سوال بعدیتون؟ یک سوال دیگه که مثلا همین میگم پشت سر بچه‌های پول کس از نمیتونه حساب سر اول پشت سر امام باشه. این چجوریه؟ تشکر میکنم شما. سوال دیگه ندارین؟ سوال دیگه همین بود دیگه که گفتم یکی هم که همین راجع به همین چیز گفتم. درست. پول همبستگی یک دیگه هم گفتم برای شما. درست. تشکر میکنم. پول همبستگی برای آسایشی و سرکتری و آب جواری درست میکنم. برای جوی آب. بعد از این حساب برای مسجد نمیدم. بعد من میگم من مستضعف خیلی دیگه از این پول مسجد خاص یعنی درست مسجد. من متوجه نمیشم البته. صداتون داره قطع وصل میشه الان. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. وای مثال حق. به سوال حق و سوال شرعیتون لطفا. اما وای. امی یک سوال کنم. ما پرسیدم شما امی. الو. بفرمایید ادامه بدین. فقط از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. امی. بیان بعدی رو بگیریم. الو. سلام علیکم. بفرمایید. سلام خسته نباشید. عرض سلام دارم خدمت شما و استاد عزیزمون آقای دهقان. علیکم السلام. ببخشید درباره وجود جن و اینکه اجنه در کنار ما هستن و چه عاملی باعث میشه که اینا آزار و اذیت کنن انسان‌ها رو و اینکه آیا ما مثلا یه صداهایی آدم میشنوه یا یه وجود یه سایه یه شکل سایه مانندی یا یه ضربه آدم احساس میکنه خورده، آیا امکان داره توهم باشه یا اینکه واقعا این کارا رو میکنن، این کارا از این جنا برمیاد. یه سوال دیگه این که شخصی که فوت کرده و نماز و روزه و مثلا تا وقتی زنده بوده نماز و روزه به جا نیاورده، توی دین شیعه هستش که حالا شریعت میگه که میگن که شیعه میگن که این به گردن پسر بزرگتره که حالا یا بخونه مثلا یا نماز و روزهشو بگیره برای مثلا چی پدر مادر مرده یا اینکه مثلا به جاش پولشو بده به یه شخصی اون به جا بیاره. این آیا درست هست یا نیست؟ اگه اشتباهه که اگه درسته، اگه پسر بزرگ این کارو نکرد پسر کوچیک‌تر میتونه این کارو بکنه یا حالا مثلا در صورت این شرایطش چطوره؟ ممنون میشم. سلامت باشین. ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنید. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من چند تا سوال داشتم دیدم دانشم. بفرمایید. سوال اولتون در مورد سود مشارکته. بله در مورد مشارکته. خب یه مثال براتون میزنم. مثلا یه ماشین گرفتم خب 50 میلیون تومان دادیم 6 ماه پیش نمایندگی بوده. بعدا پیش نمایندگی بوده. 6 ماه پیش نمایندگی بوده. 6 میلیون تومان دادیم نمایندگی ماشین، اون ماشینی که می‌خواستیم بگیریم. بله. خب میخواستم ببینم اگه سود مشارکت کامل بشه میتونیم بگیریم سودو؟ آیا میتونیم سودو بگیرین یا نه؟ الو. بله بله بفرمایید ادامه بدین. میگم میتونیم سودو بگیریم؟ یعنی اگر سود مشارکت شاملش میشه میتونید سود رو بگیرید یا نه؟
آره هم. بله، سوال بعدیتون؟ فقط همین سوال رو داشت. درست. این الان سوالتون این بود که ماشین گرفتین 50 میلیون 6 ماه پیش شرکت بوده و بعد سود مشارکت به شما داده، اینجوری؟ تشکر میکنم از شما. بیان بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. یک سوال اولش که زمانی که یک حدیث شریف در یک جمع شدگی صحبت میکنیم، زمانی حالا باید استفاده کنیم خاص زمان گذشتگی را. مثلا بگویم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید یا فرموده است، این استفاده کنیم. یا دوم از اینکه یک شاید به رفت باشه اما در این خانش جواب بده جواب نداد مهم نیست. شخصی را در زمان زندگی هست و بسیار ضعیف چیزینا اما در خواب مرده است، از دنیا رحلت کرده خدا رحمتش کنه، در خواب که میبینی بسیار چاق است و طلا و چیزا داره، حتی پرسانش هم میکنی میگه که زمانی که تو زنده بودی اینطوری ضعیف بودی حالا چی شده که این حضور چیزی بعد از مردنت میگه لطف پروردگار است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت خوب و خوش داشته باشید. سلامت باشین. تماس بعدی برنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. شرفلات مایسویس در خدمت شما هستم. من یک دو سوال داشتم. بعدش هم وقتی که طهارت بخوام کنم دندانم خون میاد، اونتا بازودی خونش ایصاد نمیشه. تا یک 10 دقیقه آب باید بگیرم که تا باید ایصاد میشه. درست. حالا بعد دوم شب روزه دوشنبه که برای سنت روزه است، آیا برای قضاری دو نیت میشه کرد یا که فقط تنها برای یک نیت است، یعنی برای سنت یا قضاری؟ روزه قرضی دیگه، روزه قضایی یعنی. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر جیان. سلامت باشین. خیر. سلامت باشین، تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی برنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. شما خوب جناب استاد؟ سلام علیکم. سلامت باشین. سوال شریعتون لطفا. از جناب استاد یک سوال داشتم. از افغانستان زنگ میزنم در مورد حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله جل جلاله در نیمه اخیر شب با آسمان دنیا میآید استغفار میکنن، الله جل جلاله میآید با آسمان دنیا یعنی با آسمان پایین، یعنی تعبیر از این چی رقم میآید همین توضیح بدم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ فهمیده شد. سوال واضح است. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من سلام خود را به استاد عبدالقدوس دهقان میرسانم. من از تاجیکستان زنگ میزنم. شکرا. بفرمایید. سوال شریعتون؟ من میخواهم که یک لیست که خداوند وعده جنت داده باشه که میخواهم فقط این ذکر رو کنم تکرار بکنم. سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگر ندارم. میخواهم که فقط این عبدالقدوس دهقان دعا کنم که ما درست. برای تمام چیزی خدمت بکنم. ذکر کردن جمعی که در جایی که جمع میشن. تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین. سوال شریعتون لطفاً. سلام و عرض در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و تفسیر می‌کنم. والا صداتون هم خیلی مشکل داره، نمیدونم چرا. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
حالا شما خوب استاد؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. زنده باشین. غرض از مزاحمت یک خانم 5-6 سال شوهرش فوت کرده. خب درست. بعد حالا یک نفر رو رفته خواستگاریش، بعد مادر شوهر اون خانومه راضی نیست. این ولی آدمی هم که میخواد بره اینو خواستگاری کنه فقط به خاطر که سرپرست بشه واسه خودش و بچه‌هاش، ولی خب مادر بزرگ اون بچه‌ها دوست نداره، مثلا راضی نیست، مادر شوهرش راضی نیست. گفتم همین اگه جواب بدید. درست. آیا گناه یا ثواب چیه؟ درست. سوال واضح. تماس بعدی رو میگیریم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. استاد 5 سوال دارم. بفرمایید. سوال اولتون لطف کنید مختصر باشه دیگه. باشه. سوال اول، محمد ابن عبدالوهاب چگونه شخصیت بودند؟ بعضی علماهای ما در حق این شخصیت سخنهای قبیح میگویند، دشنام هم میگویند. درست. سوال واضح است. از کتاب میارند. این سوال واضح برادر گرامی. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی، در مهاجرت با 3-4 نفر نماز جمعه خواندن جایز است؟ با 3-4 نفر؟ بله، با 3-4 نفر. این نماز جماعت عادی دیگه یا نماز جمعه؟ نماز جمعه. جمعه. بله. سوال بعدی؟ سوال بعدی، در قرآن سوره توبه به بسم الله از خواهش دارم که حکمتش رو به ما فهمانید. سوره توبه بدون بسم الله. سوال بعدی، گنبد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیدگاه شریعت چه حکم دارد؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال آخران استاد، ما در مذهب امام ابو حنیفه هستیم. بله. و یک حدیث صحیح رو میشنویم که در مذهب امام اعظم نیست. ما میتوانیم که به همون حدیث عمل، حدیث صحیح باشه. درست. دست و تازمت در مکنات زنده باشه. در حق ما دار. سلامت باشین. خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم خدمت شما. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول من این که درباره که کسی اگر باشد کلمه های کفری به زبان بیاره بگه، مثلا اعتقادی به نماز نداره، یا مثلا یک کلمه های کفری، بعد علما که شما گفتن که اینا از زنش جدا میشه، به حساب طلاق میشه. بعد خیلی هستن مسافرت، مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال مسافرت هستن، اونجا همین کلمه ها رو میگن، اعتقادی هم مثلا بعضی از اسلام خارج میشن، میرن مثلا اونجا میگه من مثلا نماز نمیخونم، یا مثلا روزه نمیگیرم، یا مثلا خدا این کلمه هایی میگه، بعد مثلا 1 سال اونجا میمونه، بعد دوباره میاد اینجا خونه عقدم نمیکنه، همینجوری خانمش حالا گفتیم این چجوری میشه. سوال بعدی؟ سوال درباره این زلزله گفتیم. زلزله حالا ما دیشب در افغانستان اخبار گفته بود که زلزله میشه امشب، بعد نصف شب مردم هم ریخته بود بیرون دیگه، بنده خدا تو این سرما. بعد این بعضشون میگفت که اگر یه جوری هست که مثلا این کسی که آخر چیزی میگه دقیقه، یعنی بعضا میگفت که اگر اینجوری باشه که مثلا دقیق باشه، مثلا شما مطمئن باشین که اینجوری اگر زلزله بشه، اینم یه نوع شرک میشه. گفتم این چجوری میشه؟ اینم سوال واضح است. سوال بعدیتون؟ سوال دیگه سوال نداشتم. ممنون. درست. سلامت باش. تشکر میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام
علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بنده از تاجیکستان مزاحم میشم و یک سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم حضرت درباره همین تصوف کمتر سخن میگفتن و چقدر که معلوم است بسیار بزرگان تاجیک فارس اهل تصوف بودن و مثل مولانا، حافظ. میخواستم در این باره تصوف واقعی کمتر سخن میگفتن. درست. سوال دیگه دارین؟ نه. تشکر میکنم. تشکر. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ببخشید قربان. یک سوال داشتم خدمتتان. بفرمایید. آیا خانه نزدی در منزل در خونه درست است؟ آیا نزدی کردن در خانه درست است؟ نظری کردن در خانه. خانه یعنی چی؟ در خانه در نظری کردن منظورش نتی هست؟ نزدی کردن در خانه به چه صورت یعنی؟ یعنی نظر درست رو که در خانه به توضیح بکنید؟ دعوت میده و نون میده و خود مولود خانی در کردستان میدن. درست. اسم مانگه اسم مولودی. به چه مناسبتی این نظری رو میدن؟ به چه نیتی اساسا؟ از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید بیننده گرامی. ظاهرا تماسشون قطع شد. البته گفتم برای مولودی فکر کنم دیگه. مناسب مولودی، جشنی، دعوتی چیزی میگیرن نظری میدن. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. جناب استاد من سوالم تموم نشد ولی شما قطع کردین. خب بعد من خودم هستم آلمان. بله. پدرم از ایران زندانه. خب بعد یک برادر 18 ساله دارم با مادرم کشور سوئدم. درست. بعد به خاطر همین دیگه برادرم مادرم میخواستم برم مکه برم. گفتم به خاطر که من نیستم پسر بزرگ خونم بابام زندانه، آیا این اجر رفتن کلا درسته یا نیست چجوریه؟ برادرم و مادرم میخوام برم. درست. برادرم 18 ساله که حج بروند. بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر زیاد. خدا سلامت باشین. آخرین تماسی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. قربان شما یک جان ممنون. کل ذائقه الموت. ببخشید صداتون داره قطع بس میشه. دوباره سوال بپرسین. نظر دعای کل ذائقه الموت. کل نفس ذائقه الموت. بله نظر بین حضرت محمد اما بعض کسان آیا ایشان جسمن زنده است یا نیست؟ اگر روحن زنده است یعنی رسول الله زنده هستن یا نه؟ یا اگر زنده هستن چیشان روحن زنده هستن یا جسمن؟ درست. بله. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. من در ملک زندگی میکنم. پاکستان با نماز خیلی احساسات دارن. من مثلا نماز پیشین عصر اختیار مشترک میکنم، حتی نمیتونم بخونم. درست. آیا دو نماز یک جای میتونیم بخونیم یا نماز پیش از شام بخونیم یا بعد از گفتن بخونیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ و نماز جمعه بعد در مسجد هستن که خطبه درخت در پای بسیار از خصوصای مسیح یاد میکنن، مثلا تصمیم دیگه آیا نماز در اونجا رواست نه؟ درست. تشکر یک جان ممنون. قربانتون شد. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما.
از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم و انشالله اگر وقت شد دوباره سوال بینندگان رو میگیریم. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشیم. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که وقتی که پول را صرف میکنند یک مقدار پول را اضافه میگیرند، آیا این درست است یا نه؟ در مورد این که سوال بیننده ما در مورد خرد کردن پول بود که یک فردی پول در واقع نیاز به پول خرد دارد، یه مبلغی داره، چکی دارد، میخواد خردش بکند. کسی که خردش میکند مبلغی کمتر یا بیشتر تحویل بدهد، این از نظر شرعی همان ربا هست. اگر کسی فرض کنیم که یک اسکناس 5000 تومانی رو یا 10,000 تومانی رو یا یک چک رو میخواد که تبدیل به پول خرد بکند، دقیقاً همون مبلغی که در چک نوشته باید تحویل بدهد، یا دقیقاً همون مبلغی رو که یک اسکناس 5000 یا 10,000 هست دقیقاً به همون میزان نه کم نه زیاد باید تحویل بدهد. ولو اینکه پولش خورده هست 100 تومانی مثلا بگیرد، 500 تومانی بگیرد، دقیقاً همون مبلغ رو باید دوباره تحویل بدهد. اگر کمتر یا بیشتر شد این در واقع جزء مفهوم ربا هست و از نظر شرعی چنین چیزی جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. آیا بچه یا کسانی که سنشون کم است می توانند پشت سر امام بایستند؟ اصل در اقامه نماز این است که در صف اول باید مردان بایستند و در صف بعدی بچه ها بایستند، پسران بایستند و در صف بعدی و بعدترش باید زنها بایستند. این کیفیت نمازی بوده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می شده و نماز می خوندن. یعنی در مرحله اول صف جلوی مال مردان بوده، صفهای بعدی بعد از مردها بچه ها می ایستادند و بعد از بچه ها و پسرها زنها و دختران می ایستادند. در مورد صفهای دختران هیچ گونه روایتی وجود ندارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صف در واقع زنان هم متفاوت بوده باشه. یعنی این که اول صف زنای بالغ باشه بعد صف دخترها باشه. به صورت کلی اومده که بعد از صف بچه ها و زنها می ایستادن. و اصلا در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. در هنگام نماز کسانی که اهل عقلند، اهل علم هستند، فهم و درکی دارند، آنها پشت سر من بایستند و بعد اونهایی که در درجه پایین‌ترند و در مرحله بعدی اونهایی که در درجه پایین‌تر هستند. یعنی هر کسی که عالم‌تر هست، هر کسی که عاقل‌تر هست، اون باید پشت سر امام در واقع بایستد. و علتش همین است که احیانا اگر خللی در نماز امام به وجود آمد بتونند که فتح بدن به قول معروف. اگر در قرائتی دچار اشکال شد تصحیح بکنند قرائت رو. اگر برای امام اساسا مشکلی پیش اومد کسی باشه پشت سر امام که برود جایگزین امام بشود و نماز را تمام بکند. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این در واقع یک نوع ترغیب و تشویقی هست برای علما، برای طلاب علم، برای ریش سفیدان، برای انسان‌های عاقل که باید پیشتاز باشند. یعنی قبل از همه به مسجد بروند و پشت سر امام در صف اول باید قرار بگیرند. این اساساً این گونه هست که باید
اینها پشت سر امام باشند. معنی این روایت این نیست که اگر بچه نابالغی در صف اول بود اونو باید بکشند بیرون از صف ببرند پشت در صفهای بعدی قرار بدن. اگر یک فرد نابالغی، یک بچه و جوانی اومد زودتر از همه رفته بود به مسجد در صف اولی ایستاد، این حقش هست. کسی دیگری حق نداره، چون که من عالمم، چون که من طالب علمم، چون که من ریش سفید قوم هستم، چون که من عاقل و بالغم، یک بچه رو از صف اول بردارم یا صفی که جلوی من هست اون بچه رو بگیرم بکشم بیرون که بره پشت سر بیستد. نه، این گونه نیست. هر جایی که بچه‌ای رفته بود زودتر از همه رفته بود در صف ایستاده بود، کسی حق نداره اون رو بیرون بکنه. و وجود یک بچه در وسط صف هیچ گونه خللی در صف به وجود نمیاد. جالب این است که بسیاری از کسانی که حتی مردم عوام این گونه هستند، علما چون این کاری رو انجام نمیدن، اگر یک بچه نابالغ در وسط صف باشد اینو باید ببرند پشت سر صف در صف جداگانه به بهانه این که این صف قطع می شود و این بچه چون که مکلف نیست و از بنابراین این جایی که این بچه ایستاده گویا که جایش خالی شده و کسی نیست. اما خود همین افراد در صورتی که در وسط مثلا دیواری باشه، در وسط فرض کنیم که کلمن آبی گذاشته باشه، ستونی باشه، هیچ گونه اهمیتی نمیدند که صف قطع شده باشه، در صورتی که اساسا باید در اون مورد شما اجازه ندید که یک ستونی در وسط شما باشه نماز رو قطع بکنه، یا بخاری باشه فرض کنیم، یا اینکه کلمن آبی باشه، این مورد نباید در وسط صف قرار بگیرن. معنی این حدیث این است که انسان‌های عاقل باید همون گونه که عاقل هستند باید پیش از بچه‌ها به مسجد بروند و پشت سر امام جا بگیرند. معنیش این نیست که اگر بچه‌ای در صف اولی ایستاده بود یا در صف جلوی شما ایستاده بود اون رو دستش رو بگیرید و به عقب ببرید. اگر در یک جایی مردم همه نشسته بودند، با هم رفته بودند در مسجد، الان قرار شد که نماز جماعت برگزار بشه، مردم بلند شدند که بروند به صف رو بگیرند، اولاتر این است که بچه‌ها پشت سر بیستند وقتی که صف می‌بندند. اما اگر یک بچه یا یک پسری با پدر خودش در صف اول یا صف جلوی شما بودن، شما حق ندارید که اون رو در واقع از صف بیرون بکشید. و معنی این حدیث که لیلی اولو الاحلام و النهی منکم اولو الاحلام و النهی، معنیش این نیست که اگر بچه‌ای در صف‌های اولی جلو باشه یا در صف اول یا پشت سر امام باشه نماز باطل است یا نماز کراهت داره. اولاتر و بهترین است که انسان عاقل و بالغی پشت سر امام باشه. این اولاتر هست و شایسته‌تر هست برای اهل علم و علما و طلاب علم و انسان‌های عاقل که زودتر به مسجد بروند تا اینکه در صف اول قرار بگیرن. و این که اگر یک بچه زودتر از شما رفته بود، سن و سالش از شما کمتر بودی، اساساً بچه و کودک بود، اصلا بالغ نشده بود، شما حق ندارید که اون رو از صف بیرون بکشید. این یک مطلب. مطلب دیگری که در این زمینه متاسفانه در بسیاری از جاها دیده می شود، بخشیدن صف اول یا صف جلوتر به یک فردی که پشت سر هست. این از نظر شرعی و از نظر فقهی یک کار اشتباهی هست که در میان فقها این به معنی بخشیدن و تبرع به ثواب هست و به یک فضیلتی هست که شما اونو کسبش کردید. الان اینو در واقع یک فرد دیگری رو به ترجیح بدید بر خودتون. به طور مثال در صف نماز ایستادیم، شاگرد در صف اول هست، استاد در صف بعدی هست. به محض اینکه شاگرد پشت سرش نگاه بکنه ببینه که استادش پشت سر هست، جا رو ول میکنه، استاد میگه بفرما جلو. اگر واقعا استاد خودش اهمیت میداد باید جلوتر از شما میومد. این درست نیست که شما این فضیلت صف اول را ببخشید به کسی که بعداً اومده، ولو اینکه امام باشه هر کسی، ولو اینکه استاد شما باشه هر کسی دیگری باشه که در صف اول باشه. صف‌های دوم، سوم و چهارم اون فضیلت خاصی در واقع ندارند، یعنی ما فضیلتی رو که صف اول دارند و بخشیدن این مکان و این فضیلت صف اول به افرادی که پشت سر هستند هر کسی باشه، ولو اینکه بزرگترین عالم منطقه باشد از نظر شرعی و خصوصا در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بخشیدن در واقع یک فضیلت این از نظر شرعی درست نیست، باید از این مورد هم اجتناب بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد وجود جن بود. گفتن که اگر در کنار ما هستند چه چیزی باعث می شود که آنها ما را اذیت بکنند و گفتن بعضی وقتا انسان چیزهایی مثل سایه می‌بیند، آیا اینها از توهم هست یا واقعی است؟ در مورد جن در اصل وجودش که آیات قرآن کریم صراحت دارد. الله تعالی می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و انسان رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنند. یعنی یکی از آفریدگان الله تعالی هستند و مخلوقات الهی هستند. قبل از
انسانها بر روی زمین زندگی می کردند و الله متعال اونها رو از آتش آفریده و موجودات زنده‌ای هستند، تناسل دارند، یعنی ازدواج میکنند، بچه دارند، نیازی به آب و غذا دارند و یک گونه از مخلوقات الله متعال هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در دنیا آنها شما را میبینند و شما آنها را نمیبینید و در قیامت این برعکس است، یعنی انسانها جنها را میبینند، جنها انسانها را نمیبینند. این مطلب رو دقیقا نمیدونم در روایت صحیح اومده، مطلبی هست که خیلی معروفه و جن ها اساسا مانند انسان ها خب افراد صالحی رو دارند، انسان های مؤمنی رو دارند، مسلمان دارند، کافر دارند، انسان های نیکوکار و انسان های شروری رو هم دارند. امکان دارد که انسان های به اصطلاح انسان ها به صورت کلی گزندی به اونها برسد از جانب جن هایی که شرور هستند و متاسفانه در این زمینه مردم بیش از حد اهمیت دادن به وجود جنها یا اینکه ضرر و زیانی که جنها میرسانند و متاسفانه بیشترین مواردی که تعریف می شود از اینکه جنی به انسانی ضرر زده بیشترشون یک نوع توهم هست یا یک نوع در واقع گمان هست که واقعیتی رو نداره. امکان دارد که جنی انسان رو اذیت بکنن، اما این گونه نیست که هر کسی سایه دید چشمش نمیدونم به هم خورد و تصور کرد که یک چیزی رو دیده حتما جنی رو دیده باشه. اساساً اصل بر این است که جنها از دید انسانها مخفی هستند و انسان نمیتواند که جن را با اون شکل اصلیش در واقع ببیند. در دنیا چون این چیزی امکان پذیر نیست، اما امکان دارد که جن شروری وجود داشته باشه و بخواد انسان را اذیت بکند. بدین خاطر انسان باید همیشه مراقب خودش باشد و اون چیزی که در شریعت اسلامی اومده برای حفاظت از جنها به صورت کلی حضور در نماز جماعت یا خواندن نماز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز صبح را بخواند تا شبش در ذمه الله و در پناه الله هست، نماز شب را بخواند اشاره تا صبحش در ذمه و پناه الله متعال هست. و به صورت کلی تمامی عبادات همه از نماز باشه، اخلاص در عبادت باشه، تقوا باشد یا انفاق و صدقه دادن در راه الله متعال، هر عبادتی که انسان انجام میدهد سبب می شود که انسان از جنها حفاظت بشود. و ساده ترین موردی که در این زمینه هست خود یعنی خوندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. معنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم این است که ما در واقع پناه میبریم به الله متعال از شر شیاطین یا اذکار و اورادی رو که در این زمینه وجود داره اینها رو ما همیشه بخوانیم، اذکار صباح و مسا و خصوصا در این زمینه خواندن قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، اینها رو بعد از هر نماز بخوانیم، در قبل از خواب بخوانیم. اینها عامل بسیار مفیدی هستند برای حفاظت از شر جنها و شیاطین. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که پدرشون فوت کرده و نماز روزه را به جا نیاورده است. گفتن در مذهب شیعه قضا یا انجام آن بر عهده پسر بزرگتر خانواده است که باید آن را قضا بکند یا در عوض آن پول بدهد و فرزندان دیگر حقی ندارند. گفتن راه حل اصلی آن چیست؟ بله، کسی که در زندگی خودش نماز نخونده و وقتی که فوت میکند از دنیا میرود، در مورد نمازش هیچ گونه مسئولیتی بر فرزندانش نیست. در مورد نماز مرده هیچ گونه مسئولیتی بر فرزندان و ورثه وجود نداره، نه فرزند ارشد و نه بچه های دیگر هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارند، نه مجبور هستند و نه جایز هست چنین کاری و ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند هر کسی که مرد باید پسر بزرگش تمام نمازهای قضاییشو بخواند. یه نمازی رو که ترک کرده باشه، فرض کنیم یک پدر اصلا در طول عمر اصلا نماز نخونده باشه، الان این بچه اگر کل عمر خودش نمازهای خودش رو بخونه شاهکار کرده. الان بگیم که اول خودت باید نماز خودت هم باید بخونی، نماز پدرت رو بخونی، چون این چیزی وجود نداره در شریعت اسلامی. اساسا چون این حکمی وجود ندارد، چون این نمونه هم حتی وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند نه بر فرزند ارشد لازم هست و نه بر فرزندان دیگر. این یک مطلب دومی که حتی فدیه دادن برای نماز این هم ثابت نیست. این هم ثابت نیست که مرده از دنیا رفته الان نماز نخونده به هر دلیلی، یا عمدن قضا کرده باشه یا اینکه مریض بوده باشه قضا شده نخونده، الان بازماندگانش بیان یک بخشی از این مال را
ترکه و میراث را به عنوان بهای نمازش اینو پرداخت بکنند یا اسقاط اون گونه که در برخی از موارد رسم هست، چون این چیز از نظر شرعی وجود نداره. این سوء استفاده کردن از سادگی مردم هست. علمایی که در منطقه هستن باید این موارد رو بیان بکنن. با این که شما پولی بدهید هیچ گونه نمازی، هیچ گونه گناهی از گناه ترک نماز از پدر شما کم نخواهد شد. به صورت کلی صدقه دادن برای میت جایز هست، دعا جایز هست، تأثیر داره در این که الله متعال میت رو از عذاب نجات بده. اما این که شما پولی رو به عنوان بهای نمازش پرداخت بکنید یا این که خودتان نماز بخوانید یا پول بدهید که کسی دیگری نماز بخواند، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد، نه برای فرزند ارشد و نه برای فرزندان دیگر. تنها در این زمینه روایت اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد روزه هست. در مورد روزه، در مورد نماز، خود اصل نماز یک عبادتی هست که در هر حال باید انسان بخواند. اگر کسی ایستاده میتواند، اصل بر این است که ایستاده نماز بخواند. ایستاده نمیتواند، نشسته بخواند. نشسته نمیتواند، خوابیده و دراز کشیده حتی باید نماز بخواند. نمیتواند رکوع سجود بکند، صرفا اشاره بکند، یکی سر خودش رو تکان بدهد، این از اون در واقع قبول میشه. نیازی نیست و موردی نیست که نماز کسی قضا بشود. حتی کسی که اصلا کاملا فلج هست و افتاده، صرفا میتونه یک مقدار سر خودش رو تکان بدهد، نماز از اون قبوله و نیازی نیست که نمازش رو ترک بکنه یا اینکه فرزندانش بعد از اون بهای نمازش رو بدن یا اینکه بخوان به جاش نماز بخونه، چون چیزی وجود نداره. در مورد روزه روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. اگر کسی مرد و روزه قضایی برگردنش بود، جایز هست که ولیش به جایش روزه بگیرد. ولیش به جایش روزه بگه. یک نفر اومد به جایش روزه گرفت، اشکالی نداره. اگر روزه نگرفتن میتواند که فدیه بدهد. این در مورد روزه ثابت هست. اما در مورد نماز ثابت نیست و در عبادات اساسا قیاس درست نیست. ما نمیتونیم یک عبادت رو بر عبادت دیگر در این زمینه در اثبات یک حکمی در واقع بیایم قیاس بکنیم و احکام صرفاً باید از طریق نصوص شرعی ثابت بشن که در این زمینه نصوص شرعی از قرآن و حدیث وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ماشین گرفتن به قیمت 50 میلیون و 6 ماه پیش نمایندگی بوده. آیا اگر سود مشارکت شامل شود میتوانن این سود رو بگیرن یا نه؟ در مورد یعنی این گونه مسائل که یک فردی به خاطر یک غرض دیگری یک کاری رو انجام داده، شما یک پولی رو بردید به یک شرکت دادید به خاطر اینکه ماشین بخرید، هدفتون سرمایه گذاری نبوده، پس انداز نبوده که این پول رو بگذارید و سودش رو بخورید، میخواستید معامله رو انجام بدید، یک ماشینی رو خریدید قسطی و از شرکت تحویل بگیرید، اما شرکت پول رو قبلا تحویل گرفته و قبل از اینکه جنس را و کالا را به شما تحویل بدهد رفته با پول شما کار کرده. این یک صورت. صورت دوم مانند این که فرضی رفته ثبت نام کرده برای حج یا برای عمره، پول رو ریخته به حساب شرکت یا وزارت حج یا در بانکی رو به حسابی که دادن اینو واریز کرده. هدفش این نبوده که من برم این پول رو واریز بکنم پس انداز بشه و یک سرمایه گذاری بکنم و سودی از این ببرم. هدفش این نبوده، نه در کوتاه مدت نه دراز مدت. هدفش این بوده که من این پول رو واریز کردم تا اینکه فلان شرکت یا فلان مؤسسه و وزارت من رو به حج ببرد. اما آن شرکت رفته با پول شما خیانت کرده. پولی رو که شما داده بودید برای حج، قبل از این که شما رو به حج ببره شما رو به تأخیر انداخته، شما رو در نوبت گذاشته عمدن و رفته با این پول خودش با این پول کار کرده. الان از این پول یک درآمد و سود کلانی رو به دست آورده. الان شما صاحب اصلی پول هستید، چه این پول رو ریختید به نام شرکت فلان شرکت خودروسازی یا فلان شرکت حج و زیارت، اما اون شرکت رفته این پول رو قبل از موعد از شما گرفته و با این پول الان کار کرده. اگر شما این مبلغ رو نگیرید، یعنی این که کمک کردید تا اینکه شرکت هایی یا افرادی یا سازمان و وزارت هایی بیش از پیش بیان سوء استفاده بکنند و از طریق نامشروع کسب درآمد بکنند. الان این شرکت اومده به خواست و اراده خودش 1% نامعلومی رو از اون سودی رو که بدون اجازه از مال شما استفاده کرده اون رو به شما باز میگردانند، گرچه این به صورت کلی جزو سود مال هست.
جزء سود پولی هست که شما در واقع اینو گذاشتید. اما اگر این رو بگیرید و در جای دیگر مصرف بکنید و این رو یعنی به جای این که بانک از این استفاده بکنه یا فلان شرکت خودروسازی اینو برداره استفاده بکنه یا فلان مؤسسه حج و زیارت از این سوی استفاده بکنه، بهتر این است که شما این پول رو تحویل بگیرید و به یک جای دیگر، فردی که فقیر هست، مسکین هست یا در موارد دیگر این استفاده بکنید، اون اولاتر و بهتر است. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن وقتی که حدیث شریف در جمع گفته می شود بهتر است که زمان حال به کار برده شود یا آینده؟ یعنی گفته بشود که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یا فرموده؟ اولا که ما میدونیم که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو فرمودن در زمان گذشته بوده. اینو هر کسی میدونه که امروزه رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی رو برای ما بیان نمیکنن. هرچی بوده ایشون بیان کردن در زمان حیات خودشون. یعنی ولو این که ما اینو با صیغه مضارع یا آینده بگیم که رسول الله میفرمایند که زمان حال باشه یا دلالت بر آینده بکنه، یا اینکه بگیم که فرمودند، مردم متوجه میشوند که منظور این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان گذشته در حیات خودشون یک مطلبی رو فرمودند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرموده ایشان رو شنیدند و برای ما نقل کردند. هر دو گونهش جایز است که بگیم که میفرمایند یا فرمودند، هر دو تا معنیش یکی هست، دلالت بر گذشته میکند از نظر واقعی، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم اکنون دیگه یک حکم جدیدی رو برای ما بیان نمی کنند و از دنیا رفتن. اما اگر بخوایم که دقیق تر باشه، فرمودند دقیق تر هست. به جای میفرمایند فرمودند یک تعبیر دقیق تر هست و با واقعیت مقدار سازگارتر هست. و یک نقطه دیگر که در این زمینه به این مناسبت در مورد الله متعال اولاتر و بهتر این است که یعنی برای الله متعال صیغه مفرد استفاده بشود که الله متعال میفرماید، الله متعال فرمود یا میفرماید، هر دو مورد درسته به صورت مفرد باشه نه به صورت جمع که این دلالت بر وحدانیت الله متعال میکند. اما در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا فرمودند یا میفرمایند تمام موارد صحیح جایز هست. فرمودند یا میفرمودند دقیق تر و اعلاتر هست. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد تعبیر خواب پرسیدن، گفتن شخصی مرده و در خواب افرادی اومده است که چاق و سرحال است و وقتی که علت را ازش سوال میکنن هم گفته که این از نعمت و لطف پروردگار است. تعبیرش چیه؟ قطعا وقتی که کسی در خواب اون چیزی رو ببینه که نشانه شادمانی هست، علامت صحت هست، علامت سلامتی هست، این یک مواردی هستند که انشالله یک مژده هایی هستند بر این که الله متعال گناه آن مرده رو بخشیده و با اون معامله خوبی شده با اون و در ناز و نعمت هست. و انشالله که امیدوار هستیم که الله متعال تمامی مردگان مسلمانان رو، عزیزانی رو که از دنیا رفتند یا عزیزانشون از دست دادند و خصوصا بینندگان عزیز که دائما طلب دعا میکنند، انشالله که دعا میکنیم الله متعال تمامی مردگان و رفتگان مسلمانان رو مورد رحمت و کرم خویش قرار بدهد انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در وقت طهارت دندانشان خون می آید. اشکالی ندارد، یعنی به صورت کلی از نظر جمهور علما وقتی که خون جز شکننده های وضو شمرده نمی شود، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خون جز شکننده های وضو هست، این مورد استثناء هست. یعنی اگر کسی در هنگام وضو دندانش خون آمد و این خون غالب بر آب دهانش نبود، در این صورت به اتفاق وضویش نشکسته و وضویش درست است. ولو اینکه غالب بشود بر آب دهان، از دیدگاه جمهور فقها وضویش نشکسته و خصوصا اگر کسی دائم این گونه باشد که دندانش همیشه خون میاد و اگر صبر بکنه که مثلا خون دندانش بند بشود، چه بسا که نماز جماعت از اون فوت بشود یا مجبور است که چندین مرتبه برود وضو بگیرد یا اساسا به صورت کلی مزمزه رو ترک بکند، این یک مواردی هستند که انسان رو در حرج میاندازد و در این زمینه اون مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت اولاتر و به واقعیت نزدیکتر هست که خون جزء شکننده های وضو نیست، خصوصا وقتی که خون آمدن لثه در هنگام وضو باشد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد روزه دوشنبه و پنجشنبه که روزهای سنت است، گفتن آیا می شود هم نیت روزه سنت کرد و هم نیت روزه قضا را، یعنی دو نیت را در یک
جایز هست که انسان در روز دوشنبه و پنجشنبه به نیت فرض روزه بگیرد. یعنی به فرض افراد خانواده در این روز روزه نفلی میگیرند. یکی کسی هست که روزه قضا دارد، میگه که من چون که شما همه روزه هستید منم روزه میگیرم، من تا روزه من روزه فرضی باشه یا روزه قضای روزه های گذشته باشه، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که در یک روز و با یک روزه شما دو تا نیت رو داشته باشید، هم نیت سنت رو داشته باشید که روز دوشنبه باشه و هم نیت روزه قرضی رو داشته باشید قضای روزه های گذشته باشه، این از نظر شرعی درست نیست. در عبادت حتما باید نیت قطعی باشد. نیت باید قطعی باشد که حتما شما باید مشخص بکنید که من روز دوشنبه را به نیت سنت روزه گرفتم. اگر به نیت سنت بوده اون روزه واجبتون، روزه قضاییتون همچنان باقی هست. اما اگر به صورت به نیت روزه قضایی هست حتما باید مشخص بکنید و اشتراک در نیت از نظر شرعی درست نیست که این نماز من هم فرض باشه هم سنت باشه، این روزه من هم سنت باشه و هم این که فرض باشه و قضایی باشه. از نظر شرعی چون این چیزی درست نیست. نیت باید قطعی و 100% و کاملا مشخص باشه و یک روز را بدون نیت روزه گرفتن از نظر شرعی درست نیست. یا حتی تردد در نیت هم درست نیست. انسان باید نیتش باید قطعی باشه، مانند روز شک از اون نهی اومده که 23 روز هست قبل از ماه مبارک رمضان. الان معلوم نیست که این اول رمضان هست یا آخرین روز ماه قبل شمرده می شود. یک فردی روزه بگیرد به این نیت که اگر رمضان بود نیتم فرض حساب بشه، اگر رمضان نبود نفل حساب بشه. چون این چیزی درست نیست. این روز اصلا حساب نمیشه. باید بالفرض اگر رمضان هم بوده باشد باید یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. نیت کاملا باید مشخص بشه، یا سنت یا فرض، و کاملا باید مشخص بشه و تعددی رو یا شک و تردیدی در نیت نباید وجود داشته باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حدیثی سوال کردن که حدیث اومده است که الله جل جلاله در نیمه اخیر شب به آسمان دنیا می آید. گفتن که تعبیر آن چگونه است؟ در مورد نزول الله متعال یا اساساً علو الله متعال که الله متعال در آسمان ها و بر روی عرش هستند، ما در این زمینه آیات و روایات بسیار زیادی وجود داره. یعنی 10 آیه و روایت وجود داره در این که الله متعال بر روی عرش هستند. به طور مثال این تعبیر الرحمن علی العرش استوى تقریبا در 7 مورد در قرآن کریم اومده، غیر از موارد دیگری که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده. الرحمن علی العرش استوى یعنی این که الله متعال بر روی عرش هست. این فرموده الله متعال در قرآن کریم هست و در 7 جا الله متعال این تعبیر رو دارند. غیر از این که آیات بسیار زیاد دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر علو الله متعال دارند که الله متعال در آسمان ها و بر فراز زمین و آسمان و در روی عرش هستند. این موردی هست که در قرآن اومده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده و در فطرت انسان ها هم وجود دارد. فطرت انسان ها هم وجود دارد. حتی انسانی که اساساً به وجود الله معتقد هم نباشه، وقتی که دچار مشکلی میشه بالفطره به طرف آسمان نگاه میکند و دستاش رو به طرف آسمان در واقع بلند میکند. دلایل بسیار زیادی هستند که بسیار مفصل هست. در مورد اسماء و صفات الله متعال ما یک قاعده رو داریم که برگرفته از خود قرآن کریم هست که الله متعال میفرماند لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یعنی هم نفی کرده و هم اثبات کرده. الله متعال میفرماید که مانند الله متعال هیچ چیزی وجود ندارد. لیس کمثله شیء، مانند الله متعال هیچ چیز نیست. هر چیزی رو شما تصور بکنی مانند الله متعال نیست و الله متعال هم مانند هیچ چیزی نیست. نه باید مخلوقی رو به الله متعال تشبیه بکنیم و نه الله رو به مخلوق تشبیه بکنیم. و در ادامه الله متعال میفرماد و هو السمیع البصیر، الله سمیع و بصیر هست. خب اول الله متعال نفی کردند که مانند الله متعال هیچ کسی نیست، هیچ چیزی وجود نداره. بعداً الله متعال صفت رو برای خودشون ثابت کردند که الله متعال سمیع و بصیر هست. مگر ما و شما سمیع و بصیر نیستیم؟ درست. سمیع و بصیر هستیم.
انسان علیم هست، سمیع هست، بصیر هست، قادر هست. تمام این صفات رو انسان هم دارد. خب چه چیزی رو الله متعال نفی کرده که لیس کمثله شیء؟ یعنی این که الله متعال در ذات خودش و در صفات و افعال خودش مانند انسان نیست و انسان هم در ذاتش و در صفات و افعالش مانند الله متعال نیست. یک تشابه اسمی وجود دارد، یعنی این که الله سمیع هست، انسان سمیع هست، الله بصیر هست، انسان هم در واقع بصیر هست. اما این بصیر بودن و سمیع بودن انسانها بدین معنی هست که الله متعال در واقع میخواسته که سمع و بصر را به ما معرفی بکند. سمع و بصر را به ما معرفی بکند. این نقطه خیلی لطیفی هست. بالفرض این که در قاموس بشریت چیزی به عنوان شنوایی، چیزی به عنوان بینایی اصلا وجود نمی داشت. سمیع و بصیر یک کلمه گنگی بود که انسان اصلا معنیش را نمیفهمید. الله متعال خودش رو معرفی میکرد که من سمیع و بصیر هستم. خب ما که نمیفهمیدیم که سمیع بودن، شنوا بودن به چه معنی هست، بصیر بودن به چه معنی هست، علیم بودن به چه معنی هست، خب نمیتونستیم که الله متعال رو بشناسیم. الله متعال از جنس همین صفاتی که انسان دارد همین رو برای ما معرفی کرده که الله متعال سمیع و بصیر هست و قبلش هم گفته لیس کمثله شیء، یعنی این که این سمع و بصری که شما دارید اصلا قابل مقایسه نیست با سمع و بصری که الله متعال دارد. به چه معنی؟ به این معنی که انسان در روشنایی میبیند اما در تاریکی نمیبیند. خیلی دور باشد نمیبیند، نزدیک باشد میبیند، خیلی نزدیک باشد باز هم نمیبیند و تشخیص نمیدهد. انسان سمیع هست اما صدایی که خیلی بلند باشه نمیفهمد و نمیشنود، صدایی که خیلی پایین باشد نمیشنود، صدایی که از راه دور باشه، پشت دیوار باشه نمیشنود. پس بنابراین این یک نوع تشابه اسمی بین صفات الله و صفات انسان هست، به خاطر این که انسان پروردگار خودش رو بشناسد. هر کسی که الله را با انسان تشبیه بکند، انسان را با الله تشبیه بکند، اون از نظر شرعی به انحراف رفته، برخلاف منهج اهل سنت و الجماعت و قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس بنابراین در تمامی چیزها، هم در ذات الله متعال و هم در صفات الله متعال و هم در افعال الله متعال، الله متعال یگانه و بی همتا هست. هیچ گونه شباهتی بین الله و انسانها و مخلوقات وجود ندارد و هیچ انسان و مخلوقی شبیه پروردگار نیست. خب الان با این قاعده، یک قاعده کلی هست در تمام اسما و صفات الله متعال، این مورد رو ما باید داشته باشیم. خب با این قاعده ما میریم سراغ آیات قرآن کریم. الله متعال در جاهای متعددی فرمودند که الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر روی عرش است. خب الله متعال هم گفته که الله سمیع و بصیر هست. ما باید بیایم سمع و بصر الله را با سمع و بصر خودمون قیاس بکنیم، بعد میگه نه الله متعال که نمیتونه شنوا باشه، الله متعال نمیتونه بینا باشه. اساساً بینا بودن و شنوا بودن انسان و الله متعال با همدیگر کاملا متفاوت هست. به این چیزی که ما نیاز داریم، به این ابزاری که ما نیاز داریم برای دیدن و شنیدن، الله متعال نیاز ندارند. یعنی اساساً اشکال کار در این است که افرادی اومدند بخواند که الله را با انسان تشبیه بکنند یا از یک صفتی که انسان دارد صفتی را که الله دارد اونو تصور بکنند. وقتی که الله متعال میگوید که من بر روی عرش هستم، ما یک چیزی تصور بکنیم که یک عرشی وجود داشته باشه، یک چیزی بالای عرش باشه، باید در یک جهت مشخصی باشه، باید منفصل باشه، متصل باشه. این عوارض بشری هست، اینا چیزهایی است که در دایره زندگی دنیا ما اونها رو میبینیم. الله متعال با انسانها قابل مقایسه نیست، همان گونه که وجود الله متعال و حیات الله متعال قابل مقایسه با وجود و حیات انسانها نیست. ما زنده هستیم اما برای زنده بودن نیاز به نفس کشیدن داریم، نیاز به جسم داریم، اما زنده بودن الله متعال نیاز به این عوارض نداره. پس اساسا نباید که الله متعال را با بندگان مخلوق تشبیه کرد یا اینکه انسان را با الله متعال تشبیه بکنیم. در مورد نزول الله متعال روایت صحیح است، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند، در صحیح بخاری و مسلم هست. روایت متعددی در این زمینه وجود داره که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیله الی السماء الدنیا، الله متعال در هر شب به آسمان دنیا فرود میان در زمانی که یک سوم باقی مانده شب باقی میماند و الله متعال صدا میزنند که من یدعونی فاستجیب له، چه کسی از من طلب میکند که دعا میکند من اجابت بکنم، من یسالونی فاعطیه،
چه کسی از من درخواستی دارد که من برآوردش بکنم، من یستغفرنی فاغفر الله، چه کسی از من طلب مغفرت میکند که من اون را ببخشم. خب الان در این حدیث آمده که الله متعال به آسمان دنیا نزول میکنند. ما حق نداریم که نزول الله متعال را مانند نزول خودمون بیایم قیاس بکنیم. درست. که نزول انسان بدین معنی هست که من از یک جای بالایی حرکت بکنم برم به جای پایین، وقتی که پایین رفتم بالا نیستم، وقتی که بالا هستم پایین نیستم. این یک تصور غلط هست در مورد صفات الله متعال و عقیده اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که همان گونه که ذات الله متعال شایسته ذات ایشان است، منحصر به فرد، قابل مقایسه نیست. سمع و بصر الله متعال شایسته ذات ایشان هست، منحصر به فرد، قابل مقایسه با سمع و بصر انسان نیست. علو الله متعال هم شایسته ذات الله متعال هست و نباید مقایسه بشه با انسان. نزول الله متعال، پایین اومدن الله متعال از عرش به آسمان دنیا شایسته ذات الله متعال هست و ما اجازه نداریم که با معیارهای بشری خودمون در مورد الله متعال قضاوت یا پیش داوری بکنیم. درست. تشکر میکنم از شما بابت این توضیحی که دادین. بینندگان عزیز در اینجا لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن در مورد این که ذکر دست جمعی که در جای جمع میشن و ذکر انجام میدن این چه حکمی دارد و یعنی دیگر هم در مورد تصوف سوال کردن، گفتن که تصوف واقعی چه کسانی هستن؟ در مورد ذکر هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که ذکر یکی از عبادات منحصر به فردی هست که الله متعال به ما دستور داده که بسیار ذکر بکنیم، در هر حالتی در ذکر و یاد الله متعال باشیم و اذکار و اوراد مشخص و مسنونی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر می‌کردن و ذکر یک عبادت هست. یک قاعده رو همیشه مد نظر داشته باشیم که در کیفیت عبادت و در نوع عبادت ما هیچ گونه دخل و تصرفی رو نداریم. تمامی این موارد توقیفی هست، یعنی فقط و فقط الله و رسول تعیین کننده هستند. الله و رسول هستند که به ما میگن که این عبادت را در فلان وقت با فلان کیفیت شما و در فلان جا باید انجام بدهید. هیچ کسی و هیچ عالمی از طرف خود اجازه ندارد که برای یک عبادتی کیفیتی را مشروع بداند و یک کیفیت خاصی را برای یک عبادت مشخص بکند که شما باید این عبادت را در فلان وقت انجام بدهید و با فلان گونه و در فلان حالت این را انجام بدهید. این در حیطه اختیار هیچ عالمی و هیچ امامی نیست. عبادت صرفاً توقیفی هست، یعنی متوقف بر شریعت هست، بر قرآن و سنت هست. این الله و رسول هستند که نوع عبادت را و کیفیت و مکان و زمان عبادت را برای ما تعیین میکنند. در مورد عبادت ذکر یک عبادت مطلق هست، انواع متعددی رو دارد، یعنی اذکار متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. ما باید صرفاً همین اذکاری رو که از رسول الله ثابت شده همین اذکار رو باید بخوانیم، اذکار دیگری از نظر شرعی اجازه نداریم.
فقط به همان کیفیتی که رسول الله ذکر می کردند و به ما آموختند ما باید با همان کیفیت ذکر بکنیم. اجازه نداریم که با کیفیت دیگر از طرف خودمون بیایم یک کیفیتی رو اضافه بکنیم و ذکر بکنیم. به طور مثال برخی از در واقع متصوفین که بحث تصوف هم بود که توضیح خواهم داد، اومدن ذکری رو مثلا ایجاد کردن که در زمان رسول الله نبوده. مثلا هو که میگه هو این از نظر شرعی ذکری نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله چنین ذکر کرده باشند. پس بنابراین وقتی که رسول الله ذکر رو نکردن، این ذکر رو به ما معرفی نکردن، هر کسی دیگری که باشه، ولو اینکه ائمه اربعه باشند، ولو اینکه امام بخاری باشد، ولو هر کسی دیگری که باشد، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نفرمودند، حرف هر کسی دیگری باشه ما این حرفش رو به دیوار میزنیم. زیرا که عبادت باید صرفاً از کانال الله و رسول به ما برسد و هیچ کسی حق ندارد که در دین ما چیزی رو کم بکند یا اضافه بکند یا در کیفیت ذکر. این مثالی بود برای اینکه یک نوع ذکری رو ایجاد کردند که در زمان رسول الله نبوده. ذکر لا اله الا الله افضل الذکر هست، در این هیچ گونه شکی وجود نداره. از میان اذکار لا اله الا الله بالاترین ذکر هست. اما یک افرادی بیاند اینو تقسیمش بکنند و اینو ببرند ذکر لا اله الا الله را با کیفیتی غیر از کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر می‌کردند و آموزش دادند ذکر بکنند، این مردوده. مثلا بعد میگن لا اله لا اله لا اله، یعنی تقسیمش کردن. لا اله اول ذکر میکنن، این لا اله لا اله لا اله میگن، آخرش میگن الا الله الا الله الا الله. خب یعنی چی؟ مسخره کردن دین هست. ذکری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام ندادن، هیچ کسی چنین قداستی رو نداره و چنین جایگاهی ندارد که ذکر جدیدی رو ایجاد بکند یا اینکه یک ذکری رو تغییر بدهد کیفیتش رو. درست. این در حیطه این قدرت یک انسان و عالم و امام و صحابی نیست. صرفا باید الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین حکمی رو برای ما صادر بکنند که متاسفانه چنین چیزی وجود نداره و این گونه اذکار بدعتی هستند. الان یکی از گونه های ذکر دست جمعی هست. این که مردم در یک جای جمع شده باشند و ذکر دست جمعی بگن، یعنی همه با صدای بلند مثلا میگن لا اله الا الله لا اله الا الله با یک کیفیت خاصی که به رقص و موسیقی شبیه تر تا به عبادت باشه. یا متاسفانه در بسیاری از جاها رقص و موسیقی دیگه اضافه بر اون هست و حتی یعنی با رقص و موسیقی میخواند که الله متعال را یعنی ذکر بکنند، یاد بکنند به بهانه تقرب. اینها ذکرهای شیطانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام ندادند و ما مجاز نیستیم و این عبادت نیست، این بدعت از ضلالت و گمراهی هست و عاقبتش هم آتش جهنم هست. ذکر دست جمعی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. در روایاتی اومده که هرگاه یک گروهی در یک جای جمع بشوند و الله متعال را یاد بکنند، یعنی حلقه علم باشه، این حلقه علم، حلقه قرآن خوندن، این ذکر الله متعال هست. درس دینی، یک حدیثی رو امام میخواند بعد از نماز، این حلقه ذکر هست و این ثواب داره، فرشتگان میان حاضر بشوند. این از نظر شرعی مشکل نیست. اما این که جمع بشوند و هو بکنند، الله الله بکنند، یا خود همین ذکر جلاله الله که به صورت لفظ مفرد باشه، الله الله الله، این هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. سبحان الله ثابته، الحمدلله ثابته، لا اله الا الله ثابته. اما این که ما این الله را یعنی قطع بکنیم، ما قبلش رو ما بعدش رو فقط بگیم الله الله، یا حتی اون الله را کلماتش رو حروفش رو قطع بکنیم آخرش همون هوش رو باقی بگذاریم، این از نظر شرعی یک دیوانگی و جهالتی است که در شریعت اسلامی اصلی رو نداره و ذکر دست جمعی در زمان رسول الله نبوده و بدعت و ضلالت هست. و حتی در روایتی اومده که حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یک روز وارد مسجد شد، دید که یک گروهی در اونجا نشستند و دارن ذکر میکنن. یک فرد ایستاده و بالای سر یک گروهی در اونجا در مسجد قبل از نماز صبح میگه که بگویید 100 مرتبه بگویید که سبحان الله. مردم میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این که تمام میشد الان میگه 100 مرتبه الحمدلله، 100 مرتبه لا اله الا الله. وقتی که این رو دید رفت قبل از نماز فجر رفت خونه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که بیا من امروز در مسجد یک چیز عجیبی رو دیدم، یعنی این که قبلا نبوده، تازه ایجاد شده، یک افرادی اومدن دارن این کار انجام میدن. گفت که چی دیدی؟ گفت این گونه دیدم این گروه جمع شدن ذکر دست جمعی میکنن. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفت خب بهشون چی گفتی؟ گفت چی نگفتم، منتظرم که شما بیاید چی میگید. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه را بالا سرتون گفت که چی کاری رو دارید انجام میدید در اینجا؟ گفت هیچی، نشستین ذکر میکنیم، مگر ذکر هم عیب داره؟
شما یعنی متاسفانه اگر ما بخوایم که مردم رو سنت یاد بدیم، میگن که مردم رو نمیگذارند که دعا بکنن، مردم رو نمیگذارند که ذکر بکنن. خب همون گونه که رسول الله دعا کردن، ذکر کردن، صحابه ذکر کردن، دعا کردن، شما هم دعا بکنید. مطابق با رسول الله صلی الله علیه و سلم باید باشه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتند که این کار ذکر خیر هست و فرمودند منتها بسیاری از مردم هستند و کم من مرید للخیر لا یبلغه، و چه بسا افرادی هستند که دنبال خیرند و کارشون خیر نیست و شره، فکر میکنند که کار خیری رو انجام میدن و شره. گفت من به شما ضمانت میدم که از کار شما چیزی گم نشه، برید گناهان خودتون رو حساب بکنید، من ضامنم که از این ذکر شما چیزی گم نشه. و در ادامه یک جمله رو فرمودند که یا شما از رسول الله بهتر میدانید یا این که دارید یک باب ضلالتی رو برای مردم باز کردید. خب چیزی رو که رسول الله نگفتند، انجام ندادند، الان فلان صوفی الان اومده گفته اینطوری شما ذکر بکنید، یعنی این که این از رسول الله بیشتر میدونه. چیزی رو که در دین نبوده رسول الله اضافه نکردند و بیان نکردند، این آقا اومده اضافه میکنن و چون این چیزی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و هر ذکری و اورادی که بر خلاف سنت و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد این بدعت هست، ضلالت و گمراهی هست، ولو این که فکر بکنند که کار خیری رو در واقع انجام میدن. کار خیر آن هست که مطابق با دستور الله و مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. در مورد تصوف، اگر تصوف معنیش تزکیه هست، خب این وظیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. الله متعال اساسا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فرستادند که اصحاب رو تزکیه بکنند. تزکیه کردند یا خیر؟ قطعا تزکیه کردند. زمان جاهلیت را، مردم زمان جاهلیت را طوری تربیت کردند که شدند امین این امت شدند. کسانی که قبلا امین نبودند، سارق بودند، دزد بودند و مشرک بودند، کار خلاف انجام میدادند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد اونها را تزکیه کردند. الان از کسانی که به بهانه تزکیه این اذکار و اوراد بدعتگونه را و ناجایز را ایجاد میکنند، از اونها باید بپرسیم که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب را تزکیه کردند یا خیر؟ آیا بر این وظیفه خودشون عمل کردند یا خیر؟ اگر بگید عمل کردند، خب چگونه عمل کردند؟ با چه ابزاری رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه خودشون رو تزکیه کردند؟ با همون ابزار شما هم تزکیه بکنید، اهلا و سهلا، کسی حرفی رو نداره. اما این که اگر بگید که نه تزکیه نکردند، یعنی این که برخلاف قرآن دارند حرف میزنند، برخلاف سنت دارند حرف میزنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را متهم میکنند که وظیفه خودشون انجام ندادند. اگر انجام دادند، روش رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر چه عیبی رو دارد که شما روش ایشان رو کنار گذاشتید و برای خودتون روش نمیدونم فلان صوفی رو انتخاب کردید؟ اگر تصوف به معنی عرفان باشه، یعنی شناخت الله متعال باشه، قرآن رو بخوانید، معنی قرآن را، معنی اسما و صفات الله متعال رو بدانید و تزکیه بکنید خودتون را، مراقب باشید که گناهی رو انجام ندهید، اگر گناهی رو انجام دادید توبه بکنید و اذکار و اوراد رو بخوانید. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اذکار را به گونه‌ای تقسیم کردن در شبانه روز، اگر کسی پایبند این اذکار و اوراد باشه خود به خود تزکیه میشه. تمام دعاهایی را که به مناسبت ورود به مسجد، به مناسبت خروج از مسجد، ورود به منزل، خارج شدن از منزل، ورود به بیت الخلا، خارج شدن از بیت الخلا، رفتن به بازار، بازگشتن از بازار و هر مناسبت دیگر، این دعاها را که ما بخوانیم، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک برنامه منظمی را برای تزکیه و برای عرفان به ما دادن، ما باید بر اون عمل بکنیم. اما متاسفانه بسیاری از کسانی که این گونه اذکار بدعت گونه رو ایجاد کردن، از اذکار و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم غافل هستند و تمامی اینها بر خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بلکه مبارزه با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ان شاء الله خدا به ما توفیق عمل نصیب بکند. تشکر میکنم از شما. یعنی بعدی پرسیدن که خانمی 5 سال می شود که 5-6 سال است که شوهرشون فوت کرده است و شخص دیگه رفته به خواستگاریشون جهت کفالت خانم و فرزندانش، اما گفتم مادر شوهرش آن خانم راضی نیستن. برای خانمی که یعنی بخواد ازدواج مجدد بکنند، هیچ کسی حق نداره که جلویش رو بگیره، نه پدرش، حتی پدرش که ولیش هست اجازه نداره که جلوش رو بگیره، نه پدر و مادرش، نه برادرش، حتی خویشاوندان نزدیک خودش. مادر شوهر و پدر شوهر و برادر شوهر هیچ گونه حقی رو ندارن
که ممانعت بکنند و ازدواج کاملا صحیح و درست این حق این خانم هست. اگر خواستند ازدواج بکنند فبها و نعمه، اگر هم نخواستند باز هم اشکال شرعی نداره و جایز است. اما اگر خواستند ازدواج بکنند کسی حق ممانعت ندارد. درست. جزاکم الله خیر. شخصیت محمد بن عبدالوهاب چگونه شخصیتی بود؟ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه شخصیتش از فعالیت‌هایی رو که داشتن و از کتاب‌هایی که نوشتن کاملا واضح و آشکار هست. ایشون متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیرو قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مذهب بر مذهب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بودند و در مواردی هم که احساس می‌کردند و به این تحقیق و نتیجه می‌رسیدند که در یک مسئله به طور مثال مذهب امام احمد رحمت الله علیه مرجوح هست، قول دیگری رو ترجیح می‌دادند، بر مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت عمل می‌کردند. نه شیخ محمد بن عبدالوهاب و نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین در هیچ موردی برخلاف اقوال سلف و برخلاف مذاهب اهل سنت و الجماعت عمل نکردند. یعنی از دایره مذاهب اهل سنت و الجماعت و تعالیم قرآن و سنت بیرون نرفتند و تمام فعالیتشون، کتابهایشون، دروسشون بر مبنای قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و مجددینی بودند که توحید را و یکتاپرستی و خداشناسی را به نحو احسن احیا فرمودند. جزاکم الله خیر. در مسافرت یا در مهاجرت با 3 یا 4 نفر میشود نماز جمعه خواند؟ نه، نماز جمعه یکی از شرایطش اقامت هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرهایی رو که داشتن به مکه مکرمه برای انجام حج یا بعد از اون برای تبوک رفتند، 1 ماه که در مسیر این سفر بود، نماز جمعه رو نخوندند. معلوم می شود و استنباط می شود از این موارد که نماز جمعه صرفاً برای مقیم هست و انسان در حالت مسافرت جمعه بر اون لازم نیست، حتی اگر در یک جایی باشه که میتواند به جمعه برود، اگر نرود باز هم از نظر شرعی مشکلی برای اون نیست و اساسا مسافر مکلف به نماز جمعه نیست، به جایش هم نماز ظهر رو بخواند. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین برای گفتن حکمت این که سوره توبه بدون بسم الله هست چیه؟ چون که سوره توبه یک سوره تهدید آمیزی هست برای کفار و برای مشرکان و این بسم الله الرحمن الرحیم، خود این جمله بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت و رأفت هست. در جایی که حرف از تندی هست و حرف از تهدید هست به کفار و منافقین، به این مناسبت در ابتدای سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه رحمت هست اینو ذکر نکردند. گنبدی که بر قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست از دیدگاه شریعت چه حکمی دارد؟ به صورت کلی ساختن گنبد و بارگاه بر تمامی قبرها از نظر شرعی ناجایز هست و درست نیست، برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع فرمودند و ایشون فرمودند که قبر مرا مسجد قرار ندهید، محل عید و بازگشت شما نباشد و در روایات متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنای بر قبر منع کردند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو مأموریت دادند که بناهایی که بر قبرهای مشرکین بوده همه رو بروند و از بین ببرند و قبرها باید به صورت سنت باشه، یعنی یک مقدار 1 وجب یا 4 انگشت از زمین بالاتر باشند و هیچ گونه بنایی نباید بر روی قبر باشه و گنبدی هم که بر روی تمام قبرها هم از روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه جاها هست، برخلاف دستور و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن عمل کردن به حدیثی که در مذهب نیست چه حکمی دارد؟ عمل کردن بر حدیث صحیح در موردی که مخالف با یک مذهب باشه. من بارها عرض کردم که مذاهب اهل سنت و الجماعت مبناشون بر قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، هر 4 مذهبشون و هر 4 امام از امامان اهل سنت و الجماعت بر همین مبنا عمل میکردند. یعنی اگر حدیث صحیح به ایشان میرسید این رو اولویت قرار میدادند در بیان احکام و در استنباط احکام. این هیچ گونه جای اشکالی نداره و اصل مسلم تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت هست و هم فرمودند که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هر وقت که حدیث صحیح شد
شد اون مطابق با مذهب من هست. این مذهب من مذهب احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اما این مهم هست که چه کسی میتواند که تشخیص بدهد که این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست. یک فرد عامی نمیتواند که خودش، کسی که صاحب اجتهاد نیست، صاحب شناخت حدیث نیست، اصلا معنی حدیث حدیث صحیح و ضعیف رو نمیداند، براش درست نیست که به بهانه این که این فلان این حدیث صحیح است پس بنابراین من مذهب امام ابو حنیفه را یا فلان امام را باید رها بکنم. این کار علما و اهل اجتهاد است. بله، اگر یک عالم مجتهدی، یک عالم محققی به شما فتوا داد که من تحقیق کردم در فلان مسئله فلان مذهب قولش مرجوح است و در این زمینه حدیث صحیح است، شما باید برخلاف مذهب بر این حدیث صحیح عمل بکنید بر مبنای قول یک عالم و محقق. این از نظر شرعی اشکال نداره. اما این که هر کسی که در واقع خودش رو اهل اجتهاد بداند، نه از استنباط سر در می آورد و نه از دلیل سر در می آورد، صحت و سقمش رو نمیداند، با اقوال ائمه آگاهی ندارد، به بهانه این که فلان حدیث صحیح است یا ضعیف است، موافق یا مخالف فلان مذهب است بر آن عمل بکند، این در واقع راه گمراهی است و چون این چیزی جایز نیست. اهل تحقیق و اهل علم هستند که باید تشخیص بدهند احادیث صحیح و ضعیف را و بر مبنای آن باید برای عوام مشخص بکنند. وقتی برای یک عامی مشخص شد که فلان عالم فتوا داده که برخلاف مذهب ولای که باشه اما بر مبنای حدیث صحیح، جایز هست که بر آن عمل بکند. جزاکم الله خیر. 6 تا سوال باقی مونده با 5 دقیقه وقت. بسیار. کسی که از کلمات کفرآمیز استفاده میکنه، بر زبان میآورد و به نماز اعتقاد ندارد، آیا زنش طلاق میشود؟ کسی که به نماز اعتقاد ندارد، مثلا میگه من نماز رو قبول ندارم، کافر هست و مرتده و زنش از اون طلاق شده. اگر بگه من نماز رو قبول ندارم و فرضی وجود نداره، اهانت بکنه به نماز، چون این چیزی چون انسانی کافر می شود. و اگر افراد یعنی الفاظ کفرآمیز رو فحش و دشنامی به الله و رسول بدهد عمدن باشد، این کافر می گردد. اگر خطأ بوده یعنی سبق لسان بوده یا بی اختیار بوده، در اون صورت کافر نمی گردد. اما عمدن توهین بکند به الله و رسول یا کلمه کفرآمیزی رو بیاورد یا نماز رو انکار بکند، این کفر هست و زنش طلاق می شود. درست. جزاکم الله خیر. آیا میشه حوادثی مثل زلزله را پیشگویی کرد؟ علوم طبیعی اینها پیشرفت کرده، یعنی آب و هوا را قابل پیش بینی هست و بقیه وقایع طبیعی قابل پیش بینی هستند و این در واقع تضادی با علم غیب ندارد. بر اساس یک سری داده ها و یک سری معلومات و یک سری تغییرات جوی یا زمینی یک سری مواردی رو پیش بینی میکنند و باور کردن این موارد از نظر شرعی اشکال نداره و یک نوع شرک شمرده نمی شود، بلکه یک نوع پیشگویی بر اساس یک سری از شواهد و قرائن موجود هست. درست. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن آیا می شود به خاطر یک مراسم یا مولودی در خانه نذری داد؟ اگر نظری به این معنی که یعنی یک غذایی رو تقسیم بکنن در میان، فرض کنیم که جماعت مسجد اومدن، یک جلسه وجود داره، ختم بخاری هست، شبهای ماه مبارک رمضان هست، مردم اجتماع کردن، کسی میخواد که یک ثوابی بکند به این افرادی که جمع شدن در حال عبادت هستند یا در فلان حال کاری هستند، یک غذایی رو بدهد و از الله متعال طلب ثوابی داشته باشد، این از نظر شرعی اشکال ندارد. اما مواردی که جزء بدعت ها هستند و جزء بدعت شمرده میشوند، انسان باید از این موارد پرهیز بکند و مشارکت نکند در مواردی که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اما اگر بدون مناسبت بخواد که ایصال ثواب بکند، به خودش ثواب برسد یا برای مردگانش ثواب برسد و یک خیراتی رو بدهد، این از نظر شرعی مشکلی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن اهل افغانستان هستند و در آلمان زندگی میکنند، پدرشون در ایران زندان هستند و برادر و مادرشان در سوئد زندگی میکنند. گفتن که برادر و مادرشان میتوانند در این حالت به حج بروند. آیا درسته یا نه؟ بله، مادرشون میتواند به حج برود همراه با محرمشون. برادرشون که 18 سالشون هست محرمشون شمرده میشوند، ولی اینکه پدرشون در کشوری دیگری باشند، زندان باشند یا زندان نباشند، ولی اینکه این برادر دوم و سوم باشند. لازم نیست که حتما با برادر اول بروند. یعنی هر یک از فرزندانش که بالغ هستند میتوانند محرم شرعی قرار بگیرند و زن میتواند که با اون محرم شرعیش به سفر برود و من جمله سفر حج و عمره. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هستند؟ اگر زنده هستند روحاً یا جسماً؟
در این هیچ گونه اشکالی وجود نداره که در آیات متعددی الله متعال اشاره کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا در واقع میروند. انک میت و انهم میتون، تو از دنیا میروی و همه اینها از دنیا خواهم رفت. و ما جعلنا بل کل نفس ذائقه الموت و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اگر تو بمیری اونا جاویدان خواهند ماند. یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کلماتی رو گفتند که دلالت بر وفات میکند. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی بالا سر ایشون اومدن گفتند که به خدا قسم اون موتی رو که الله تعالی برای شما مقدر کرده بود اون الان به شما رسید. و رفتن گفتند که مردم اگر کسی محمد رو عبادت میکرد بفهمد که محمد فوت کرده، وفات کرده، از دنیا رفته. اگر الله را عبادت میکنی الله زنده و جاویدان هست. و خلیفه رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند حضرت ابوبکر. کسی که زنده هست نیازی به خلیفه نداره و کسی که زنده هست نیازی به نماز جنازه ندارد که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز جنازه خوندند. کسی که زنده هست کفنش نمیکنند، دفنش نمیکنند، زیر خاک نمیبرند. کسی که زنده هست زنش بیوه نمیشه، فرزندانش یتیم نمیشن، مالش رو تقسیم نمیکنند. اونگونه که در مورد شهدا الله متعال میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، زنده هستند اما با وجود این ما میبینیم که احکام مردگان بر اونها اطلاق میشوند. پس بنابراین این زندگی که هست، زندگی شهدا و زندگی انبیا، یک زندگی برزخی هست، یعنی هیچ گونه شباهتی با زندگانی دنیا ندارد. وقتی ما میگیم زنده هست یعنی ما تصور نکنیم که مثل انسان زنده هست که الان انسان با چه صفات و ویژگی هایی که انسان زنده داره حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم یا شهدا در قبر خودشون چنین زندگی و حیاتی رو دارند. حیات و زندگانی عالم برزخ کاملا متفاوت با حیات و زندگی دنیا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی دنیوی ندارند، به تصریح قرآن ایشون فوت کردند، از دنیا رفتند و احکام میت هم بر ایشون اجرا شده. اما زندگیشون زندگی برزخی هست و بر زندگی برزخی احکامی مترتب نمی شود، نه برای ما و نه برای کسانی که در حیات برزخی هستند. پس بنابراین ما نمیتونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بریم پیش ایشون احکام را از ایشون یاد بگیریم. اگر زنده بودن نیازی به جانشین نداشتن، نیازی نبود که علما به جای ایشون بیان فتوا بدن و مسائل را استنباط بکنن، بعد خودشون بیان می‌فرمودن و مسائل بسیار زیادی که متأسفانه به خاطر ضیق وقت نمیشه. یک سالم هست که یعنی گفتن آیا میشه دو نماز را با هم یک جا خواند مثل ظهر و عصر؟ در صورتی که انسان در سفر باشد یا به خاطر یک عذر دیگر مانند بیماری جایز هست. انسان میتواند وقتی که در سفر هست نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب عشا را یک جا بخواند. و کسی که بیمار هست یا بنابر عذری دیگر غیر از بیماری مانندی که باران باشه و رفتن به مسجد مشکل باشه، در این صورت ها جمع بین صلاتین نماز ظهر و عصر و مغرب عشا با هم از نظر شرعی جایز هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی رو دارند که در سفرها یا حتی در خود مدینه یک مرتبه به خاطر یک اتفاقی نماز جمع خوندند و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که این به خاطر این است که امت در حرج نیفتند. یعنی اگر در یک موردی حرجی بود، زحمتی بود، یک عذری بود، می توانند که نماز رو جمع بخونند مانند عذر مرض یا باران و سفر. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك